سلام دوستان، روز جمعتون بخیر. من مهرداد هستم و در این ویدیو با تحلیل شاخص دلار و همچنین بررسی موقعیت شاخص اونس قبل از گزارش NFP همراه شما هستم. همطور که در چارت دلار مشاهده می‌کنید، بعد از سوینگ صعودی دلار در روز پنجشنبه که از محدوده 103 دلار شروع شد، در بالاترین سطح خریدارها تونستن قیمت دلار رو به سقف 103.74 دلار برسونن و در حال حاضر خریدارها تونستن موقعیت خودشون رو در محدوده سقف 103.57 دلار حفظ بکنن قبل از گزارش میانگین دستمزد ساعتی ماه اوت و همچنین گزارش NFP که در تقویم اقتصادی با توجه به هیستوگرام NFP در ماه‌های گذشته انتظار کاهش عدد NFP رو برای ماه اوت متصور هستیم. دو سناریو رو برای نیمه دوم روز در نظر داریم. اگر که مطابق انتظار تقویم اقتصادی گزارش NFP کمتر از عدد ماه گذشته یعنی 187,000 شغل مطابق انتظار تقویم اقتصادی به عدد 170,000 شغل کاهش پیدا بکنه، یعنی شاهد کاهش عدد NFP کمتر از عدد ماه گذشته باشیم، این میتونه باعث افزایش فشار فروش در شاخص دلار حداقل تا کف قبلی روند، یعنی ابتدای باند قیمتی 103 دلار برای نیمه دوم روز در سشن نیویورک منجر بشه که در همین حال در شاخص اونس هم انتظار ادامه موج صعودی رو حداقل تا سقف 1956 دلار متصوریم که در دو مرحله سیگنال خرید رو در کانال VIP معرفی کردیم که در سیگنال اول نزدیک به 70 پیپ در سود هستیم، سیگنال دوم هم منفی 5 پیپ فعلا معامله در محدوده منفی قرار گرفته که برای ادامه روز با توجه به تحلیلی که عرض کردم منتظر ادامه روند صعودی حداقل تا سقف 1956 دلار خواهیم بود. همطور در سناریوی آلترناتیو اگر که گزارش NFP بیشتر از عدد ماه گذشته منتشر بشه یا بیشتر از 170,000 شغل منتشر بشه و همینطور شاهد افزایش میانگین دستمزد ساعتی ماه اوت باشیم بیشتر از عدد 0.3 و همینطور در بعد سالانه بیشتر از عدد 4.14% باشیم، این میتونه افزایش فشار خرید رو در شاخص دلار منجر بشه و همینطور در شاخص اونس هم انتظار چرخش رو به پایین قیمت طلا رو حداقل تا محدوده 1925 دلار متصوریم. توجه شما به این بخش تحلیلی سپاسگزارم. میتونید نظرات و تحلیل خودتون رو زیر همین ویدیو برای من کامنت بکنید. لایک و شیر ویدیو هم فراموشتون نشه. روز پرسودی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.